محترم اعضای شورای ملی رشد، خانم‌ها و جنابان، جلسه نوبتی شورای ملی رشد نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را شده اعلان می‌نمایم. در جلسه امروزه مهمانان زیرین شرکت دارند: پرزیدنت بانک اسلامی رشد محترم دکتر محمد الجسیر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام خانم ارمیدا سالسیا علی شاهانا، دیرکتور عاید به مسائل گلوبالی آب در بانک عمومی جهانی محترم سروش کمار و دیرکتور گنرالی بانک آسیایی رشد برای منطقه آسیای مرکزی و غربی محترم یوگنی ژوکوف، اعضای شورای ملی رشد، نمایندگان شورای هماهنگسازی شریکان رشد و رهبران وزارت و اداره‌های در اقتدار کشور اشتراک دارند. بر روزنامه جلسه یک مسئله پیشنهاد شده است، این هم باشد عاید به جریان تطبیق فاصله‌ای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 دستاوردها و قدم‌های می‌برد. عاید به روزنامه جلسه پیشنهاد و تغییرات و تکلیف‌ها و اراده هستند. اگر نباشد روزنامه را تصدیق کرده می‌شود. پیشنهاد می‌نمایم که برای سخنرانی از روی مسئله روزنامه 8 دقیقه و برای مذاکرات 5 دقیقه جدا کرده شود. اگر پیشنهاد دیگر نباشد کاری جلسه را شروع می‌کنیم. محترم اعضای شورای ملی رشد، مهمانان گرامی، پیش از همه شما را به کشور بیشتاسای تاجیکستان خیر مقدم میگویم. بار دیگر خوش آمدید. باور دارم که ما در دایره چنین همکاری‌های متقابلا سودمند به هدف‌های رشد ملی نائل گردیده به این وسیله برای تطبیق تشبس‌های گلوبالی زمینه فراهم می‌آوریم. شورای ملی رشد میدان مکالمه سطحی عالی در نزد پرزیدنت تاجیکستان بوده برای جلب مقامات دولتی، بخش خصوصی و جامعه شهروندی در تطبیق ثمرناک هدف و افضلیت‌های رشد در دایره استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 برنامه میان ملتی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2025 و هدف‌های رشد استوار نقش کلیدی دارد. از آغاز عملی شوی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 8 سال سپری گردید. در 8 سال اول تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 جهان با پاندمی کووید 19 شدت گرفتن برخوردهای گیوسیاسی، تحریم‌های اقتصادی و پیامدهای تغییرات اقلیم روبرو گردید که در نتیجه آن زنجیره مناسبت‌های اقتصادی منطقوی و جهانی خلل‌دار شده، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدن به رشد استوار به مرحله نوی مناسبت‌ها وارد گردیدند. صرف نظر از شدت وضع جهان امروزه و تأثیر بی‌واسطه عامل‌های بیرونی به اقتصاد ملی به ما میسر شد که نشاندهنده‌های رشد را در این مرحله حساس تأمین نماییم. در 8 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد ملی به حساب میانه 7.4% را تشکیل داده. حجم مجموع محصولات داخلی 2.6 برابر از 51 میلیارد سال 2015 تا 130.8 میلیارد سامانی در سال 2023 و نشان دهنده مجموع محصولات داخلی به هر نفر اهالی 2.3 برابر زیاد گردید. در این دوران درآمدهای پولی اهالی 4.4 برابر از 26 میلیارد تا 113 میلیارد سامانی افزایش یافته و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم مشاهده نموده. این چنین شماره صاحبکاران 1.6 برابر زیاد شد.
مزد میانه مهنت بیش از 2 برابر و اندازه نفقه نهایی 1.9 برابر زیاد گردید. با وجود بالاروی نرخ‌ها در بازارهای جهانی، سالهای آخر در کشور سطح تورم معتدل نگاه داشته شده، سال 2023 3.8% را تشکیل نمود. در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای سریع با ما میسر گردید که سطح کمبیزاتی را از 31.3% سال 2015 تا 21.2% در سال 2021 کاهش دیم و تاجیکستان طبق ارزیابی بانک عمومی جهانی از روی سرعت کاهش دادن سطح کمبیزاتی به قطار 10 کشور پیشرفت جهانی وارد کرد. تاجیکستان در تطبیق هدفهای رشد استوار نیست به دستاوردهای نظررس نائل گردید. از روی ارزیابی‌ها جمهوری تاجیکستان در مجموع 70% این هدفها و بعضی نشان دهنده‌های آنها را بیش از 90% اجرا نموده است. حاضرین گرامی، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 مکانیزم ملی تطبیق هدفهای رشد استوار که همچون عهده‌داری‌های بین المللی جمهوری تاجیکستان آید به روزنامه عصر 21 قبول گردیدن به حساب می رود. همزمان با این برای در سطح ساحه‌ها و منطقه‌های کشور تطبیق نمودن افضلیت‌های ملی و هدفهای رشد استوار در کشور حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی ساحوی محلی تهیه و عملی می‌شود. با این مقصد جهت گزارش اقتصادیات کشور از مدل اگراری و صنعتی به صنعتی و اگراری با در نظر داشت اهمیت بخش صنعت در حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و اجرای عهده‌داری‌های بین المللی تاجیکستان صنعت کلانی با سرعت کشور همچون هدف استراتژی چهارم اعلام کرد. وابسته به این ضرور است که در مرحله نوبتی رشد مملکت در شرایط محدود بودن واسطه‌های مالیوی جهت تأمین نمودن رقابتناکی و استواری اقتصاد ملی با مسئله تقویت بخشیدن اصلاحات و استفاده منبع‌های نوی رشد دقت جدی داده شود. رشد اقتصادی رقمی و اقتصادی سبز، زیاد کردن حجم استحصال محصولات نهایی دارای ارزش بلند اضافه شده، رشد صنعت داروسازی، بازار مالیوی و فراگیری مالیوی و صفت چنین منبع‌های نوی پیشرفت معین کرده شدند. استفاده امکانیت‌های خدمت‌رسانی تعلیمی و علمی، امکانیت‌های ترانزیتی و رشد سیاحی کشور، رقم‌نکنانی اقتصادی نهانی و بلند برداشتن ثمره‌ناکی فعالیت کارخانه‌های دولتی نیز از جمله چنین منبع‌ها میباشد. البته برای صورت بخشیدن و استفاده ثمره‌ناک این منبع‌های رشد کشور متحد نمودن کوشش‌ها و ذخیره‌های مشترک و راه‌اندازی تدبیرهای مؤثر از جانب نهادهای دولتی، بخش خصوصی، جامعه شهروندی و شریکان رشد ضرور ارزیابی می‌گردد. یعنی توسعه همکاری‌های سودمند جانب‌ها برای نائل شدن به هدف‌های استراتژی مهم است. محترم اعضای شورا، حاضرین ارجمند، حکومت تاجیکستان با مسئله رسیدن به هدف‌های استراتژی کشور یکجا با شریکان رشد در دوام سال‌های عملی شوی استراتژی ملی رشد کارهای نظررس را انجام داد. از جمله یکی از شریکان رشد کشور که در رسیدن به هدف و افضلیت‌های ملی تاجیکستان توسط عملی گردانی لایحه‌های دولتی سرمایه‌گذاری در ساحه‌های گیدر انرژتیک، نقلیات، معارف، تندرستی و دیگر ساحه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی سهم می‌گذارد، بانک اسلامی رشد میباشد. تا امروز از جانب بانک مذکور برای رشد ساحه‌های اقتصادی ملی تاجیکستان در حجم 916 میلیون دلار مبلغ جدا گردیده است.
حالا سخن به پرزیدنت بانک اسلامی رشد محترم دکتر محمد الجزیر داده می شود. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على نبینا الکریم. محترم جناب عالی پرزیدنت امام‌الهی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مهمانان گرامی، من واقعا شرف دارم که امروز در این جلسه شورای ملی رشد اشتراک داشته باشم که هدف‌های رشد استوار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که طی راهنمایی جناب عالی قرار گرفته است. من می‌خواستم محترم جناب عالی را، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان را برای دستاوردهای نظررس استقبال گیرم و باوری دارم که هدفهای رشد استوار برای سالهای 2030 مورد تطبیق قرار می‌گیرد. محترم مهمانان، استواری اقتصادی، ماکرواکنومی و چوکات حقوقی خیلی مهم است. این برای ایجاد کردن زمینه برای سرمایه گذاری و محیط باید مساعد باشد و سیستم شفاف در اداره کنی نیز زمینه خیلی مهم است. به همین خاطر من استقبال میگیرم از دستاوردهای جمهوری تاجیکستان جهتی گوناگون رنگ ساختن اقتصادیات که با دلیل زیاد شدن محصولات استحصال شده که در سال 2022 خیلی زیاد گشته است. محترم مهمانان گرامی، بانک اسلامی رشد بانک شماست و 50م سالگرد اعضایی کشور را استقبال می‌گیرد و ما آماده هستیم که اعضایان خود را دستگیری نماییم و خصوصا تاجیکستان را که از سال 97 اعضا و شریک ماست. همکاری نظررس بین تاجیکستان و بانک در دایره همکاری ها سال 23 و 26 در دایره این همکاری که در اساس دو عنصر، یعنی کمک برای تطبیق افضلیت های رشد و اینچنین سهمگذاری برای اینفراستراکچور و تقویت دادن نیروی انسانی. مهمانان عزیز، بانک کمکی بانک در سالهای اخیر زیاد گشته ایستاده است. بیشتر از 100 لایحه ها دستگیری یافتند با مبلغ بیشتر از 100 میلیون دلار. این کمک ها در ساحه در اینفراستراکچور، تقویت اینفراستراکچور، ساحه معارف، اینچنین در ساحه کشاورزی صورت گرفتند. یکی از کمک های بیشتر و نظررس این در دایره کمک برای ساختمان روغن در حدود 115 میلیون دلار جدا کرده شده است و این یک نمونه شریکی موفق در بین بانک و تاجیکستان و اینچنین دیگر شریکان همچون گروهی کمک رسانی عرب که برای شریکان خود دستگیری ایجاد میکند. جناب عالی، موفقیت تاجیکستان موفقیتی ما می باشد و ما کوشش می نماییم که این همکاری ها تقویت یابند در کشور تاجیکستان. ساکنان تاجیکستان خیلی موفق و تاجیکستان یک طبیعت خیلی نادر دارد و ما باوری داریم که
توجیکستان یکی از کشورهای پیشرفته آسیای میانه گشته و بانک دستگیری خود را، همکاری خود را اطمینان می‌دهد. من می‌خواهم به شما جناب عالی، جناب پرزیدنت، برای دستاوردها ابراز دارم و با امید به واخوری هایی که در ماه آگوست صورت میگیرد نظر دارم. تشکر زیاد. Thank you very much. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر زیاد. اطمینان کامل داریم که در استراتژی نوی همکاری بانک اسلامی رشد با جمهوری تاجیکستان توسعه بخشیدن سرمایه‌گذاری به ساحه‌های افزایش‌ناک پیش بینی کرده می‌شوند. حاضرین گرامی، حکومت تاجیکستان با اگنتی‌های سازمان ملل متحد در چارچوب همکاری آید به رشد استوار فعالیت ثمرناک کمیته مشترک راهبری کننده را برآورده است. رسالت نهادهای سازمان ملل متحد در تاجیکستان مساعدت به تطبیق روزنامه‌های جهانی رشد استوار برای دوره تا سال 2030 و هدف‌های رشد استوار با رعایت پرینسیپ کسی را در کنار نگذاشتن میباشد. در دایره بودجت چارچوبه همکاری آید به رشد استوار تنها در سال 2023 به رشد فراگیر انسانی، اقتصادی سبز و تغییرآبی اقلیم زیاده از 81 میلیون دلار سفربر کرده شده است. حالا سخن به معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام خانم ارمیدا سالسیا علیشهبانو داده می شود. مرحمت. Excellency President Emomali Rahman, محترم جناب عالی امام علی رحمان، Development Council, Excellency محترم اعضایان شورای ملی رشد، it's an honor to be جنابان to Tajikistan address. و تاجیکستان دعوت شده در شورای ملی رشد Your Excellency, برآمد کردن شرف است. اجازه دهید جناب عالی محترم پرزیدنت امام علی رحمان که منتداری خود را برای دعوت این جلسه مهم ابراز دارند. باید قید کرد که تاجیکستان در سالهای اخیر به پیشروی‌های نظررس اجتماعی و اقتصادی نویل گشته است. رشد poverty rate اقتصادی to 21. در 10 ساله اخیر به حساب میانه بیش از 7% را تشکیل داده، سطح کمبزاعتی از 34 از 10% و 21 از 10% پایان گشته است. این دستاوردها در نتیجه تطبیق روزنامه رشد استوار تا سال 2030 به وجود آمده. در پیشرفت Towards goals هدف‌های یک یعنی از بین بردن کمبزاعتی، هدف 7 which is affordable, انرژی دسترس و تازه، responsible, هدف 12 استعمال مسئولیتناک و استحصالات و 13 عمل وابسته به اقلیم انعکاس یافتند. this transition, در طول این گزارش گروه‌های various measures, آسیب پذیر توسط تدبیرهای گوناگون از جمله توسط تصویب کنونسیون آید به حقوق معیوبان نیز حفظ کرده می شوند. excellencies and distinguished محترم جناب عالی، اعضایان محترم، Tajikistan, Asia and the Pacific has مثل تاجیکستان منطقه آسیا و اقیانوس آرام راهی عجیبی را طی کرده است. multiple در 13 ساله اخیر منطقه با ضربه های سیرشماری بیرونه تاب آورد. درآمد به هر سری اهالی 3 مراتب افزایش یافته است. کمبزاعتی شدید از 60% تا 5% کاهش یافته. continues with new منطقه به مرکز رشد جهانی تبدیل یافته است. با وجود این سفر ما با دشواری‌های نو که باید برطرف گردند و پیمانه بزرگ که باید عملی شود ادامه دارد. intensive ways of production, خب جهت تامین آینده استوار باید taking the lead رشد اقتصادی ما باید روی سبزتری را معین کنیم و از راه‌های استحصالی ذخیره طلب شویم. منطقه آسیا و اقیانوس آرام علاقه در انقلاب اقتصادی سبز گلوبالی پیشرفت می باشد. تجربه های منطقه نشان می دهد که بخش های سبز از طبیعی تولید انرژی برقرار شونده و ماشین های برقی در زمینه سیاست موافق از جهت اقتصادی می تواند رقابت پذیر شود. between their economic مهم است که کشورها این انقلابی
اقتصادی سبز را قبول کرده موازنتی بهتر را بین هدفهای اقتصادی و اکولوژی خود تامین نمایند. برای تامین آینده فراگیر ما باید باوری حاصل کنیم که کامیابی های افزاینده وضعیت همه را عادلانه بهتر می نماید. در 13 سال اخیر در برابر رشد با سرعت اقتصادی کشورهای بزرگترین رو به ترقی در منطقه وسیع شدن نابرابری درآمد و ثروت نیز دیده می شود. چنین نابرابری تأثیر مثبت رشد اقتصادی را جهت پست کردن سطح کمبزاعتی کاهش می دهد. همزمان به همبستگی اجتماعی خطر ایجاد کرده به موازنت ارز و تکلیف در منطقه تهدید می کند. برای پیمانه امکانات مشترک اقدامات هدفناک سیاسی مخصوصا توسط ایجاد با سرعت جایهای کاری پرمحصول ضرورت دارد. جهت تامین آینده اینواتسیونی ما باید انفراستراکچور فیزیکی و بازاری خود را تکمیل دهیم و قوه کاری خود را به انقلاب جریان داشته رقمی آماده سازیم. برای این سیستم های رقابت‌پذیر تحصیلات و تحصیلات کسبی اینچنین دسترسی فراعمومی و آسان به خدمت‌رسانی تیک شرط‌های ختمی می باشد. برای گذشتن این دوره نو رشد باید به 3 پرینسیپ اساسی اساس یابد. اول، رشد متوازن و استوار راهنمای ما و تنها رشد اقتصادی باید باشد، بلکه نتیجه های رشد از جهت تأثیر اقتصادی، اجتماعی و محیطی زیست ارزیابی کرده می شود. دوم، آدمان باید در مرکز رشد قرار داشته توانمندی همچون عامل اساسی پیشرفت قرار گیرد. سوم، یعنی کوشاد بودن آشکار بیانی باید همچون پاسخی ما به چالش‌های جهانی شوی قبول کرده شود. همکاری وسیع‌تر و عمیق‌تر به ما امکان می‌دهد که حالت‌های غیر مناسب را برطرف کنیم و منفعت‌های احتمال را به حد اکثر رسانیم. افضلیت‌های کلیدی شما از جمله اقتصادیات سبز، نقلیات و پیشروی انرژتیکی، رقمی کنانی اقتصادی و تجارت و رشد نیروی انسانی به توجه ما به رشد سبز و رشد آدمان نگران نشده و به نوآوری‌های اساسی یافته موافق می باشد. ما آماده این تاجیکستان را در اقدامات جهت رشد زور دستگیری کنیم. تشکر زیاد. یک جان تشکر خانم عالی‌جا. این سفر دومین شما و جمهوری ما است. شما امکانیت دارید مقایسه کنید با همه رو آورده با نمایندگان شریکان رشد و سازمان‌های بین المللی مالیوی و بین المللی. بار دیگر من تأکیداً میگویم که شما خوب می‌دانید از لحاظ جغرافی جمهوری تاجیکستان در کدام گوشه کنار دنیا جایگیر است و چه خطرهای گلوبالی، تهدیدها هم منطقوی هم جهانی تأثیری منفی خود را هر ساعت و هر دقیقه میرساند. یعنی همه این چیزها را ما باید در وقتی همکاری‌های خود، همکاری‌های دوجانبه، منطقوی و گلوبالی باید به این نوبت گیریم و ما کوشش میکنیم از جانب حکومت، دولت، تمام ساختار و مقامات ها با تمام نهادها از آن جمله سازمان ملل متحد با تمام انستیتوت‌های بین المللی مالیوی همکاری‌های خود را بنیاد در سطح باز هم بلند برداریم، گسترش دهیم و این را خود ما انتخاب کرده هستیم و با کدام مشکل‌های سخت سنگین ما با این راه وارد شدیم خودی خلق تاجیک، ملت تاجیک خوب در یاد دارم و شما نیز خوب برخوردار هستید از اون تاریخ و تمدن و فرهنگ باستانی ملت تاجیک و مخصوصا زمان استقلالیتی که دولت ما به دست آورد. مشکلات البته خیلی زیاد هستند. اکنون ما دولت بنیاد کرده ایستادیم، همچون کشور صاحب استقلال خشت‌های اولین گذاشته ایستادیم، به مشکلی نیستیم.
ما کمک خیلی زیادی از جانب شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی برای هر چیز زودتر برطرف کردن آن کمبودیا و آن مانع‌هایی که برای رشد نائل شدن به هدف‌های رشد استوار مانعی می‌کنند در این قرار داریم. عموما ما جانبداری وسیع گردیدن سرچشمه‌های نوی معامله‌گذاری چهارچوبه همکاری سازمان ملل متحد ناید به رشد استوار بوده همکاری را در این سمت گسترش میدیم. بار دیگر خوش آمدید به جمهوری تاجیکستان. Your Excellency, Honorable President of Tajikistan, Mr. Emomali Rahman, محترم جناب اولی پرزیدنت جمهوری امامعلی رحمان، نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان جامعه شهروند، من افتخار دارم که امروز در این جلسه اشتراک داشته باشم و این پلتفرم نقش خیلی مهم را بازی میکند. 8 سال پیش تاجیکستان استراتژی رشد خود را شناس کرد تا اینکه رشد اقتصادی و نگهداری جامعه را تأمین نماید. امروز یک وقت مساعد است تا ما ببینیم که چی کارها به انجام رسید و به کدام دستاوردها نائل گشتیم. واقعا کشور به موفقیت‌های نظر رسیده است، ولی ما باید به آن هدفهایی که در استراتژی رشد نشان داده شده است جد و جهد نماییم تا آنها را رسانیم. ما دیدیم که محصولاتی داخلی خیلی زیاد گشته است، درآمد به هر یک نفر خیلی زیاد شده است و از سطح کمبیزاتی خیلی کاهش یافته است تا 21.3% سال 23 و در ساحه اینفراستراکچور، معارف و تندرستی دیده می شود. مخصوصا طول حیات تا 10 سال زیاد شده است، تا 71 سال رسیده است و 10 سال اخیر ما دیده ایستادیم که مبلغ گذاری به سوی معارف خیلی زیاد گشت و این همه دستاوردهای خیلی نظر است. ما این رو باید قبول کنیم و اعتراف کنیم. ما همزمان محترم جناب عالی ما به آینده نظر می اندازیم و می خواهیم که هدفهای باز هم بیشتر رو تطبیق و عملی گردانیم. برای پیاده گرداندن هدفهای استراتژی ما باید در باز هم هدفهای بلندتر رو توجه دهیم. خب بیاین یک حساب کردن بریم، یعنی چی به ما مشکلات ایجاد میکند و چی مساعدت میکند. خب برای یعنی به حساب میانه MMD بیشتر از 7 سال زیاد شده است و ما میبینیم که نفوذ 2% تقریبا زیاد می شود. یعنی اگر که ببینیم به سری اهالی و ما میبینیم که تا سال 26 به سطح دلخواه رسیدن کمتر مشکلتر میگردد. یعنی به فکر ما، به حساب های ما این تمایل رشد ممکن که کافی نباشد تا به هدفهای دلخواه ما رسیده توانیم. ما باید به 8.5% رسیم تا اینکه هدفهای گذاشته شده را رسیم. یعنی هدف باید 8.5% رسیم تا اینکه در مهلت دلخواه به کشوری با درآمد سطح میانه شناخته شود. چی باید کنیم؟ البته بسیار صحبت ها جای داشت. البته استراتژی خیلی هدف های بلند دارد، لیکن ما باز هم هدف های بلندتر رو باید معین سازیم. ما چیکار کرده میتونیم؟ ما باید اقتصاد رو باز کنیم
اقتصاد سبز، تقویت دادن نظام و انستیتوت ها، تقویت دادن نیروی انسانی از جمله هدف ها می باشد. قید کرده شده است که از جانب نماینده سازمان ملل که از گزارش به اقتصاد سبز دیده شود. من قید کرده بودم که تاجیکستان به کشاورزی آبیاری شونده وابسته است و با نظر داشت تغییرات اقلیم و اگر که به آسیب پذیری اقلیمی نگاه کنیم، تاجیکستان در بین کشورهای قرار گرفته است که خیلی آسیب پذیر است. از این لحاظ قسمت زیاد تقریبا 50% زمین ها به آسیب پذیر هستند، یعنی دیگراداسیون قرار گرفتند. مسئله های وابسته به آبیاری و مجموعی مسئله ها به بی‌خطری غذا نیز علاقمند می باشد و یک سلسله مشکلات ها، یعنی با نظر داشت این مشکلات ها ما واقعا با توجه مخصوص رو به مسئله اقتصادی سبز جدا میکنیم. مثلا چیکار کردن ممکن است؟ ما میتوانیم که با تولید انرژی سبز این تمایل سبزگردانی اقتصاد رو تقویت دهیم. مثلا ساختمان گیس روغن که از فعالیت‌های مهم و تقدیر حل کننده میباشد تا اینکه به گزارش به اقتصاد سبز صورت گیرد و این چنین برای اکسپرتی انرژی که به کشورهای همسایه و درآمد البته به کشور ایجاد کند، برای کم کردن پرتوهای گازهای گلخانگی این چنین زمینه ایجاد کند. ما باید برای این زمینه موافق ایجاد کنیم، یعنی برای ریفرم تعریف های ساحه انرژتیکا، برای جلب مبلغ گذاری خصوصی در این ساحه. دوم، برای پس کردن کربن ما تکنولوژی نو را باید وارد سازیم. این از یک طرف هم پرتوها رو کم می‌ساند و از دیگر طرف ثمرناکی فعالیت‌ها رو تقویت داده سالمی کشور، یعنی آدمان رو نیز تامین می‌نماید. البته در برابر این ما برای عائله‌های آسیب پذیر کمک‌های معین رو باید پیش بینی نماییم. همچنین برای ایجاد کردن شرایط مساعد برای تجارت و صاحبکاران باید ایجاد کنیم تا جلب آنها به این فعالیت‌های اقتصادی سبز زمینه ایجاد کرده شود. خب تاجیکستان می تواند برای گزارش به اقتصاد سبز دیگر کارها را نیز ایجاد کند، از جمله جایهای کاری سبز، فعالیت‌های گوناگون و اینچنین ما برای کشاورزی در کشاورزی سبز مسئله های پیوست شوی به تیک و دیگر موضوعات مهم توجه دهیم. جناب عالی شما واقعا درست اشاره کردید که تاجیکستان از لحاظ جغرافی در یک حالت مشکل است، لیکن ما نباید که محدود باشیم و ما هم از جهتی تیک و از دیگر یعنی رقمی کنونی نیز محدودیت داریم و ما می توانیم این محدودیت ها رو توسط باز کردن این وسیله ها این بنبست رو از این بنبست رها یابیم و برای مساعد نمودن شرایط برای رشد اقتصاد مخصوصا رقمی کنونی می تواند امکانیت ها را
وسیع کند. برای در ایجاد کردن کارهای ناتو 22%، در دیگر سمت این چنین میتواند برای وسیع کردن امکانات زمینه ایجاد کند، مخصوصا تکنولوژی رقمی برای تقویت دادن ثمرانگی گردانیدن اداره‌کنی نیز سهم گذارد. اقتصاد میتواند تو 1% MMD را زیاد کند اگر که رقمی کنونی پیاده گردد. موضوع تیک یکی از موضوعهای مبرم می باشد واقعا و ما آماده هستیم، حاضر هستیم که در این سمت کمک خود را پیشنهاد نمیم به حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته تا اینکه این رقم کنونی پیوست شوی به شبکه‌های جهانی. البته باید با یک سلسله چاره‌بینی‌های همبسته باشد. مسئله دیگر این پیوستگی توسط یعنی هوا و این راه نیز برای رشد توریسم خیلی مهم است و برای رشد این ساحه ما باید چاره‌های علاوه‌ای اندیشه کنیم تا این ساحه به قدری درکاری در دایره همان پتانسیلی که دارد استفاده برده شود. این یعنی امروزها نرخ کمی گران است و آن مسافران که به تاجیکستان میآیند در مقایسه با دیگر کشورها مبلغ بیشتر پرداخت می نمایند. این باعث کم شدن جریان مسافران را سبب شده می تواند و ما آماده هستیم شریکان که این موضوع را مورد ملاحظه قرار دهیم تا سر این مسئله پیشنهاد و کمک خود را پیشنهاد نماییم. این وابسته به تعریف راه‌های پرواز و دیگر چاره‌های ضروری را اندیشه دارد. البته مسئله های باید پیشنهاد شوند و دیده برآورده شوند که ارزش این پروازها را پایان کند. خب اکنون چه کنیم که تاجیکستان به یک کشوری که پیوسته تبدیل یابد؟ البته نقلیات این یک وسیله آن است و ما توجه مخصوص رو این چنین برای شهر اوربانیزاسیا یعنی شهر شوی توجه دهیم به نقشه‌گیری رشد شهرها و با نظر داشت اقتصادی شهرها باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از هدف‌های استراتژی رشد این ساحه نقلیات می باشد. البته این پیوست شوی، این لوجستیکا، این دیگر عنصرهای این ساحه می باشد. باز برای از این بوبست برآمدن چکار کردن ممکن است؟ این مبلغ گذاری یا اینکه کمک برای رشد نیروی انسانی. قبلا یک فرم کلان دایر گشت که از 40 کشور نمایندگان کارشناسان ساحه از تمام دنیا جمع آمدند و راه‌هایی که برای سهم‌گذاری برای رشد نیروی انسانی از جمله برای رشد دسترسی به تحصیلات تو مکتبی دیگر ساحه‌های مهم مورد ملاحظه قرار گرفتند و برای رشد نیروی انسانی توجه مخصوص جلب ساحه‌های گوناگون، همکاری بین دایره‌های دولتی و جامعه شهروندی به بخش خصوصی را در نظر دارد و این مبلغ گذاری را در نظر دارد و مبلغ گذاری هر یک دلاری که مبلغ گذاری می شود
даромади он дар оянда аз ҳар гуна маблағгузориҳо фарқият ва зиёдтар аст. мо омода ҳастем ки ҳамчун шарикони рус кӯмаки худро ба Тоҷикистон барои пиёда гардонидани ҳадафҳои рушди устувор кӯмак расонем. мо ҳамкории худро ҳамчун шарикии стратегӣ хуб ба роҳ монда ва мо тасмим дорем то ин ки рушдро ба дараҷаи зарурӣ то 8-5% дорем ки то соли 2040 Тоҷикистон дар сатҳи кишварҳои даромади миёна дошта расад. Ташаккури зиёд барои таваҷҷӯҳ ва мо омода ҳастем ки ин суҳбатҳоро идома диҳем. Ташаккур. And I look forward to the productive discussions going forward. ташаккури зиёд. мо итминони комил дорем ки шӯрои ҳамаҳусозии шарикони руш барои амалӣ намудани нақшаҳои минбаъдаи ҳукумати мамлакат дар самин таъминоти рушди устувор саҳмзор боқӣ мемонанд. пурра мо бо шумо хеле бо шарикони руш ҳамкори зишт дорем. Тоҷикистон кишвари кӯҳистонӣ аст. 93% кӯҳҳо аст. 1 миллион гектар замини киш дорад. рушди афзоиши миёнасолона 2.5% аҳолӣ. аз обе ки дар Тоҷикистон ташаккул меёбад 60% обе ки дар ҳудуди Осиёи марказӣ дар дохили Тоҷикистон ташаккул меёбад. аз ин обе ки ташаккул меёбад дар дохили Тоҷикистон ҳамагӣ мо 5% истифода намекунем, чунки замин надорем. барои обёрӣ, барои рушд, барои таъмини ҷойкорӣ, барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ озуқаворӣ имконият дорем, маҳдуд аст. ина ба инобат бигирем. анакунун бинем ҳисоб кунем ки дар минтақа аз оби Осиёи марказӣ баъзан кишварҳо 100% истифода мекунанд, баъзан кишварҳо 80%. 10 миллион гектар замин обёрӣ карданд, замин доранд ва 10 миллион ҷои корӣ карданд ва 10 миллион тонна ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро аз ин об зиёд карда содирот карданд, ҷойкорӣ карданд, технология коркар карданд, дигар кардем. яъне ҳамин факторҳоро дар вақти таҳлил мекунем, барнома мекунем, дар барномаи рушд ҳам бошад, дигар барнома мо бояд ба инобат гирдем. барои беҳтар шудани вазъи иқлим мо қариб ки газҳои гулхонаиро ба атмосфера намепартоем. аз ҷамъ ҷои беҳтарин дар дунё қарор дорем. ё ки ба рушди иқтисоди сабзи минтақа Тоҷикистон 98 ин нишондиҳандаҳои худи Банки ҷаҳонӣ 98 фоизи ҳаҷми истеҳсоли энергияи сабз аст. яъне иқтисоди сабз аст. ҳар сол 200 иншооти соҳаи маориф бунёд мекунем, муассисаҳои таълимӣ, лекин намерасад. аз ҷинҷа кӯмаки шумо мо ҳисоби бюҷет мекунем 200, лекин намерасад. барои 400 иншоот сохтан дар кор. ҳар сол 300,000 100,000 хатм мекунад, 250,000 синф як меравад. мо омодаи ҳамкорӣ ҳастем. мо ин роҳро худамон интихоб кардем. боз мегӯям, такрор мекунам, мо аъзои кулли созмонҳои байналмилалии молиявӣ ҳастем. мо ҳамкориҳоро идома хоҳем дод, лекин ҳамин факторҳоро ба инобат гирем ки дар куҷо Тоҷикистон чӣ хизмате карда истодааст барои амалишавии ана ҳамин проблемаҳои глобалӣ, тағйирёбии иқлим, паст кардани сатҳи партови газҳои гулхонаӣ ба атмосфера. дигар чи як фактор аз ҳама муҳим, ман бори дигар мегӯям, такрор ба такрор мекунам. мо вақте ки Тоҷикистон мегӯем дар Осиё, ҷиҳати ҷуғрофиро ба инобат бигирем. 60% сарҳади шобиқ иттиҳоди шӯравӣ бо Афғонистон бар души Тоҷикистон аст. чӣ гуна сарҳад бейни як муштиргузар кӯҳ ин хароҷотҳои зиёдро талаб мекунад. ҳозирин ёрони дар тӯли 30 соли ҳамкории портфели сармоядории Банки умумии ҷаҳонӣ дар бахшҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар 116 лоиҳаро ба маблағи умумии $2.7 миллиард дар бар мегирад. ҳоло боз 26 лоиҳаи Банки умумии ҷаҳонӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, обёрӣ, обрасонӣ, энергетика, нақлиёт, экология ва сайёҳӣ ба маблағи $1 миллиард $470 миллион мавриди татбиқ қарор дорад.
با کمال احترام سخن با دیرکتر اوید با مسائل گلوبالی آب در بانک عمومی جهانی محترم سراج کومر جهت معرفی سهمی گروه بانک عمومی جهانی در تطبیق هدف و افضلیت‌های تاجیکستان داده می شود. مرحمت. Your Excellency, the President of the Republic of Tajikistan, محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، محترم امالی رحمان، میهمانان محترم، جنابان و خانمان، برای من اشتراک در جلسه امروزه شورای ملی رشد تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و نمایندگان حکومت شکوان رشد افتخار بزرگ است. مخصوصا برای من جالب است که امروز روز یکم این جلسه برای درباره نقش این کشور، تقدیر مردم و درباره نقش این کشور در سطح گلوبالی صحبت خواهیم کرد. من افتخار داشتم که در دوره کاسا همکاری داشته باشم و ما برای پیش بردن این موضوعات و مسئله وابسته به آن لایحه‌های بزرگ داشته بودیم و بسیار خوب است که تاجیکستان قدم‌های استوار خود را به آینده درخشان مانده شده است و بانک نیز هدف‌های موافق را در این سمت ساحه دارد و من در این نقش نو وقتی که به تاجیکستان آمدم و تاجیکستان را امروز خیلی خوب میشناسم، به خاطر که تاجیکستان در موضوع آب پیش برنده این موضوع است. یعنی این موضوع با تاجیکستان هم‌آواشته است. یعنی تاجیکستان خیلی نقش مهم را در سطح گلوبالی برای جلب توجه به مسئله آب آورده است که برای رشد استوار خیلی مهم است و از سبب تغییرات اقلیم این موضوع مثلا باز هم مهمتر شده است و شما دیده ایستاده است که توجه سیاسی به موضوع آب رفته بیشتر شده ایستاده است و فکرم جامعه بین المللی باید متشکل باشد برای تاجیکستان برای پیشبری نمودن این موضوع مسئله و اون کنفرانس که آب برای رشد می باشد. ما باید این موضوع رو توجه دهیم که چی کارها رو باید به این نوبت گیریم، چطوری که محترم جناب اولی قید کردن درباره چالش‌های احتمالی. خب من در افریقا و در دیگر کشورها بودم، در اندونزیا هفته گذشته و کم کشورهای موجود هست که آب در دایره رشد استوار خیلی ضعیف پیدا شده است و تاجیکستان شما نشان دادید که چه خیلی آب با تمام موضوع مسئله حیات جامعه وابسته است و یک حسابات است آب برای پیشروی مشترک، یعنی برای پیشروی، برای شکوفایی کشور، برای اقتصاد، برای نیروی انسانی آب ضرور است و تنها با توجه به این مسئله به آب ما میتوانیم آینده درخشان خود را تأمین نماییم و باعث توجه است که تاجیکستان خیلی نقش مهم رو در این جهت گرفته است و نه همه کشورها و امروزها به این مسئله توجه خاصه دادند. در حسابات ها ما میبینیم که کشورهای مترقی تنها 1.2% بودجه خود را برای این مسئله جدا میکنند. اگر آب مهم باشه چرا اینقدر مبلغ کم ما جدا میکنیم؟
یعنی ما باید سر این مسئله توجه کنیم. جناب محترم جناب عالی مسئله تغییرات اقلیم و تاثیر آن را به آسیای میانه اشاره کردند. من در بانکوک بودم و 70% MMD آنها یعنی از سبب سیل و آفت‌های طبیعی یعنی ضرر دیده از قریب. یعنی این چیزها همش علاقه با تغییرات اقلیم، یعنی تاثیر تغییرات اقلیم ما دیده ایستادیم. آفت‌های طبیعی باز هم شدیدتر و تیزتر شده ایستادند. هزارها نفر در تاجیکستان نیز امروزها ضرر می‌بینند و در آینده این مشکلات باز هم بیشتر و شدت خواهند گرفت. به همین خاطر این موضوع مسئله باید مورد توجه قرار گیرد و من خیلی خوشنود هستم که تاجیکستان در این سمت ساحه پیش برنده این موضوع است. ما باید این پیام رو خیلی بلند و فصیح برسانیم به تمام دستاندرکاران، به تمام حکومت‌های و کشورهای جمهوری که اگر ما در موضوع آب موفق نکردیم در دیگر ساحه‌ها موفق نخواهیم گشت. ولی این موضوع کار و توجه خیلی زیاد را طلب می‌کند. ما باید آن را همچون موضوع اساسی و مرکزی توجه دهیم و با اجازت شما اجازه دهید جناب عالی من به موضوعات تاجیکستان رو آورم و چیکار کنیم که تاجیکستان در این سمت باز هم موقع بهتر رو در مسئله آب اشغال نماید. خب در نیویورک هنگامی کنفرانس آبی شما اشاره کردید که برای ساحه آب استراتژی علاهیده ضرور است و برای تطبیق هدف رشد 6 و دیگر هدف‌ها تاجیکستان البته با دستاوردهای معین دستاورد شده است، لیکن مسئله های وابسته به سانیتری و گیگینی این یکی از مسئله های نظررس می باشد. یعنی دسترسی اونیورسالی فراعمومی در تاجیکستان میخوام که یکی از هدف ها باشد که تاجیکستان کشوری شود که تمام اهالی به آب تازه و سانیتری دسترسی دارد. ببینید چقدر کشوری زیبا و دلکش است و به فکرم ما باید کوشش کنیم که تمام اهالی به آب تازه دسترسی داشته باشند در سرتاسر کشور. و محترم جناب عالی میخواستم که همگون به این موضوع مسئله توجه دهند و البته مبلغ زیاد برای تطبیق این هدف ها ضرورت دارد. یعنی برای پیاده کردن هدف ها تقریبا همه سال 20 میلیون دلار در کار می شود و شریکان رشد مبلغ های زیاد رو به این سمت روانه ساختند. چطوری که شما در کنفرانس نیویورک اشاره کردید برای زیاد نمودن مبلغ گذاری خیلی مهم است، تو اینکه فراگیری همگان با دسترسی به آب تامین کرده شود. خب و ما باید راه‌های بهترین و ثمره‌ناک‌تر رو پیش بینی نماییم تا اینکه مسئله مبلغ گذاری این چیز تطبیق پذیر شود. استراتژی ساحه آب و سانیتری باید همکاری ها را در این سمت تقویت دهد و تابع‌آوری رو جهت تغییرات اقلیم نیز تقویت بخشد. ما باید این برای پیاده کردن این مسئله ها باید معلومات درست، قوه کاری موافق نیز دسترس گشتد. خب اکنون ببینید اگر برای
برای برطرف کردن مشکلات برای مبادله معلومات بین خدمات‌های گوناگون و بین کشورها رقمی کنونی ساحه خیلی مهم است و اگر رقمی کنونی در ساحه آب تامین کنی پیاده گردد این ثمرانوکی رو خیلی تقویت میبخشد و من نفری رو دیدم که از کشور تاجیکستان در دبی همچون پروگرامیست کار میکند. یعنی ما تاجیکستان نفران با استعداد رو دارد و میتواند از این اقتدار استفاده برد و دوم ما یک حسابات آماده کرده ایستاده‌ایم و جناب محترم جناب اولی خیلی که شما اشاره کردید با در باکو پیش از کنفرانس چاپ می شود ما هر سال یعنی جهان کمبودی آب را احساس کرده سر هر یک کس امروزها آب دسترسی آب کم شده است. برای نگهداری این ذخیره بی‌بها باید یکی از افضلیت‌ها شود برای نسل‌های آینده. البته شما به این مسئله خیلی توجه خاصه دادید و این بی‌خطری وابسته به آب یکی از مسئله‌های خیلی مهم به حساب می‌رود. اکنون مسئله آبیاری، مسئله استفاده آب برای استعمال، یعنی در همه موضوع مسئله باید صرفه‌کاری و ثمرانوکی مورد توجه خاصه داده شود و البته ذخیره کردن آب و برای استفاده آن هم در سراب و هم در پایان آب‌ها باید از افضلیت‌های اساسی شود. هنگامی در تاجیکستان دوشنبه قرار گرفتن من با وزیران منطقه واخوردم وابسته به ثمرانوک استفاده بودن آب در منطقه و ما می‌خواهیم که ما جزء این مصاحبه و همکاری ها باشیم. البته جهت مبلغ گذاری باید یک تحقیقات نیز صورت گیرد و ما آماده هستیم که کارشناسان، کمک و دیگر دستگیری ها رو پیاده گردانیم و مخصوصا ما برای ایجاد کردن محیط مساعد و من دیده ایستادم که تاجیکستان خیلی قدم های استوار رو مونده است و همچون بانک جهانی محترم جناب اولی ما خیلی خوشنود هستیم که در این گفتگو و جریان اشتراک داریم و ما امید داریم که کنفرانسی که در دوشنبه قرار میگیرد خیلی موفق نشد. تشکر زیاد. And I really look forward to a very successful Dushanbe water conference. Thank you. تشکر زیاد برای سخنرانی پرمحتوا. ما اعتماد کامل داریم که گروه بانک جهانی در همکاری با حکومت تاجیکستان جهت نائل گردیدن به استقلال انرژتیکی و توسعه پرینسیپ‌های اقتصاد سبز منبع نیز قدم‌های استوار خواهد گذاشت. حاضرین گرامی، بانک آسیایی رشد نیز در قطار دیگر تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی یکی از شریکان با اعتماد جمهوری تاجیکستان به شمار رفته نقش آن در رشد ساحه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی کشور نظررس می‌باشد. در طول 25 سال همکاری بانک آسیایی رشد در ساحه‌های معارف، تندرستی، آبیاری، انرژتیک، آبرسانی، نقلیات، اکولوژی و دیگر ساحه‌ها 184 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی را با مبلغ بیش از 2.5 میلیارد دلار عملی نموده است. حالا حجم عمومی لایحه‌ای که با مبلغ‌گذاری بانک در تاجیکستان عملی شده ایستادند قریب 1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. سخن به دیرکتور گنرالی بانک آسیایی رشد برای منطقه آسیا مرکزی و غربی محترم یوگنی ژوکوف داده می‌شود. پژاست. Your Excellency President Modi Rahman. ما واقعا از نقش و سهم خود خیلی شاد هستیم و ما آماده هستیم که برای رشد من بعدا سهمگذار بودیم.
ما از دیدن نشان دهنده‌های قوی ماکرواقتصادی کشور شدیم. تاجیکستان در سال گذشته افزایش 8.3% را به قید گرفت که در نتیجه رشد ساحه کشاورزی و ساختمان و همچنین رشد قوی ساحه خدمت‌رسانی صورت گرفت. تورم سالانه حساباتی به سطح پست 10 ساله یعنی 3.3% رسید. خب میخوام دو سمت رو قید نمایم که برای رشد نموی بلند تاجیکستان در آینده مهم هستند. اول یکم تقویت دادن تاب‌آوری و بعد شدن بحران‌های اقلیمی و حادثه‌های شدید آب و هوا. دوم رشد بخش خصوصی و سفربرکنی ذخیره‌های داخلی، زیرا محض بخش خصوصی در رهایی مردم از کمبزاعتی نقش مهم می‌باشد و بانک عهده‌دار است که به شما در هر دو ساحه همکاری کند. همچون بانک اقلیمی برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام، بانک هدف دارد که در سال 2030 مبلغ گذاری اقلیمی را برای دستگیری لایحه‌های دیگرگونسازی سبز و افزایش دستگیری در مبارزه با خطرهای اقلیم و دکاربونیزاسیون منطقه 100 میلیارد دلار مبلغ گذاری کند. تاجیکستان با چالش‌های جدی اقلیمی و خطرها روبرو است که میتواند به ضرر بازگشت اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی آورده رساند. رشد اقتصادی سبز کلید رشد استوار کشور است. با افزایش اهالی، نرسیدن زمین‌های کارم در تاجیکستان وابستگی زیاد را از مواد غذایی وارداتی به وجود آورده است. این کشور در 34 سال اخیر تقریباً 20% پیریخ‌های خود را از دست داده است. این به اقتصادیات خطر جدی ایجاد می‌کند، زیرا کشور برای آبیاری تولید نیروی برق از دریاهای پیریخ‌ها وابستگی زیاد دارد. در همکاری با بانک، حکومت استراتژی رشد اقتصادی سبز را تا سال 27 تهیه و تصدیق کرد. استراتژی 11 سمت افضلیتناک را از جمله ثمره‌ناکی انرژتیکی، سیستم‌های اداره‌کنی پرتاب‌ها و اکوسیاحتی را در بر می‌گیرد. حکومت تصمیم گرفته است که اقتدار منابع برقرار شونده انرژتیکی را تا 10,000 مگاوات افزایش دهد و تا سال 2037 به تولید اونیورسالی نیروی برق سبز و طرح‌های خالص صفر نائل شود. بانک آماده است که در تاجیکستان برای دست کشیدن از استفاده انگشتر جهت تولید برق و گرمی توسط مکانیزم انتقال انرژتیکی ما کمک رساند. ما من بعد از تاجیکستان نیز دعوت می‌نماییم که سیاست‌های موافق اقلیمی را قبول کند و چهارچوبه همه‌جانبه مالیوی اقلیم را برای بهتر کردن بنقشه‌گیری، بودجه سازی و اجرای سیاست‌های استراتژی قبول شده جاری کند. به نزدیکی ما یک جای نقشه مبلغ‌گذاری اقلیم را برای تاجیکستان آغاز خواهیم کرد. بانک آسیای روش از واقعیت اولویت دادن اصلاحات ساختاری به تاجیکستان برای مساعدت به رشد بخش خصوصی شده است. دستگیری منبعه برای تحکیم فضای سرمایه‌گذاری و زمینه برای صاحبکاری در کشور و رقابت افزاینده و دایره وسیع سرمایه‌گذاران کارپراتیوی ضرور است. بانک آسیای رشد عملیات بخش دولتی و بخش خصوصی را در زیر یک چارچوب قرار داده است و تا کمک مالی و تقویت دانشجویان در تاجیکستان همه‌جانبه و مجموعی باشد. من به حکومت جمهوری تاجیکستان برای دعوت بانک برای شرکت در این نشست اظهار سپاس می‌کنم. آرزوهای نیک خود را برای پیشرفت منبع کشور و خوشبختی مردم آن می‌رسانم. تشکر زیاد. تشکر. ما اطمینان کامل داریم که بانک آسیای روش به این بعد نیست همچون شریکی با اعتماد تاجیکستان برای عملی نمودن تشبس‌های سازنده حکومت مملکت سهمی نظر رسم می‌گذارد. ما بینیت همکاری‌های ما در سطح بلند قرار دارد. در بعضن حالت‌های فوق‌العاده دیگر ما مینت‌داری حکومت جمهوری تاجیکستان برابریت بانک رساندنی هستیم که آنها از جانب نمایندگی آنها و خود رهبریت بانک فوری درخواست نیازهایی که در حالت‌های فوق‌العاده رخ می‌دهند کمک‌های بی‌غرضانه خود را می‌رسانند. محترم اعضای شورا، حاضرین گرامی، با قبول عهده‌داری‌ها وابسته به تطبیق روزنامه جهانی رشد سال و همچون هدف استراتژی اعلام کردن صنعت کنونی با سرعت کشور، نشان دهنده‌های استراتژی ملی رشد تاجیکستان برای دوره
تا سال 2003 تجدید نظر را تقاضا می‌نماید. ماهیت تغییرات و تجدید نظر نمودن نشاندهنده‌های مقصدناک استراتژی با توجه به توسعه امکانیت‌های رشد سرمایه انسانی و صنعت کنونی با سرعت، تشکل زمینه اقتصادی رقمی، رشد اقتصادی سبز و علم‌های دقیق و طبیعت شناسی عبارت می‌باشد. اینچنین ضرورت وارد نمودن تغییر لایحه‌ها به نظامنامه شورای ملی رشد جهت توسعه و تقویت بخشیدن به فعالیت گروه‌های کاری بین اداره‌های شورای مذکور و میان آمده است. توصیه‌های شورا دایر به تصحیح هدف‌های میان ملت، وظیفه و نشاندهنده‌های رشد استوار، تکمیل مکانیزم و اصول‌های رسیدن و هدف‌های معین نموده استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 آماده کرده شدند. پیشنهاد می‌گردد که توصیه‌ها به طور پرسش به هیئت شورا موافقه شده از جانب کاتبات شورا در شکل لایحه سند معیاری حقوقی داخلدار به حکومت مملکت ارسال کرده شوند. با آواز میمانم که طرفدار پرورت ضد بی‌طرف نیست. بنابراین با وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون کاتبات شورای ملی رشد سپارش داده می شود که لایحه سند داخلدار را عاید به وارد نمودن تغییر لایحه به استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان با در نظر داشت تکلیف اراده و پیشنهادهای نمایندگان شریکان رشد و سازمان‌های بین‌المللی معنوی که در اینجا حضور داشتند، با اعلان گردیدن هدف چهارم ملی و هدف‌های رشد استوار تهیه کرده تا آخر سال 2024 برای بررسی با حکومت مملکت پیشنهاد نمود. لایحه نظامنامه شورای ملی رشد را با در نظر داشت طلبات پیشنهاد نموده استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 و هدف‌های رشد استوار در تحریر نو تهیه کرده تا آخر سال 2024 برای تصدیق به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد سازند. هم آهنگسازی و پیگیری منتظم جریان تطبیق هدف‌های استراتژی کشور را در حاشیه هدف‌های رشد استوار تامین نمایند. یکجا با وزارت اداره داخلدار و در همکاری با شریکان رشد چاره‌های ضروری را جهت در سال‌های 2024 2025 آماده نمودن شرح فاصلوی جریان تطبیق برنامه میانمولت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2024-25 و گذاشتن زمینه به تهیه برنامه میانمولت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026 و 2030 عملی گرداند. حاضرین محترم، مسائل روزنامه جلسه شورا بررسی گردیدند. اگر یگان پیشنهاد علاوه‌ای نباشد، بعضی اندیشه‌های خود را بیان می‌نمایم. محترم اعضای شورا، خانم‌ها و جنابان حاضرین ارجمند، در جلسه امروز شورای ملی رشد مسئله جریان تطبیق فاصلوی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در دایره هدف‌های رشد استوار و معین نمودن افضلیت‌های میانگرده رشد کشور مورد بررسی قرار داده شد. حالا می‌خواستم اندیشه‌های خود را مربوط به این مسئله بیان نمایم. طوری در آغاز جلسه ذکر گردید، در دوام 8 سال تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 از جانب حکومت مملکت در سمت تقویت دولتی، رشد نیروی انسانی، تأمین صفت رشد اقتصاد ملی و ثبات مالیوی یک قطار اصلاحات ضروری گذرانیده شد. همچنین مکمل گردانیدن مأموری کنانی انداز، استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی، رشد اینواسیونی بخش واقعی اقتصادیات و صنعتی کنانی با صورت کشور از جمله اقدامات دوره ذکر شده می باشد. همزمان با این در آغاز مرحله دوم تطبیق استراتژی با در نظر داشت تمایل‌های معاصر اقتصاد جهانی، تشکل اقتصاد سبز
سرعت بخشیدن روند رقمی کنانی اقتصادیات آنچه که شما پیشنهاد کردید بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی تقویت امکانیت‌های صادراتی مملکت و بهتر گردانیدن صفت خدمت‌رسانی اجتماعی از جمله مسائل اولویت‌ناک سیاست حکومت مملکت معین گردیدند. در این دوره صرف نظر از تحولات در اقتصاد جهان ادامه داشتند و تأثیر منفی عامل‌های بیرونی بخصوص پنجشوی بیماری‌های سرایتی، شدت یافتن برخوردهای گیوسیاسی، مناقشه بین دولت‌ها، تحریم و نزاع‌های تجارتی، همچنین پیامدهای تغییرات اقلیم ما به هدفهای دوره میان ملت نائل گردیدیم. این کار به ما در نتیجه تطبیق ثمرناک اصلاحات اقتصادی عملی نمودن استراتژی و برنامه‌های دولتی و تدبیرهای ضد بحرانی میسر گردید. دستاوردهای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور از جانب جامعه جهانی اعتراف گردیده تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی تاجیکستان را از روی سرعت میان سالانه رشد اقتصادی همچون کشوری دارای اقتصاد تیز رشد یابنده ارزیابی نمودند. اما دستاوردهای تا امروز نائل شدهمان ما را هنوز قانع کرده نمی‌توانند و رسیدن به هدفهای گذاشته شده در شرایط تحولات ادامه داشته ذخیره و نیروهای علاوه‌ای را تقاضا می‌نماید. زیرا تأمین منبع رشد استواری کشور تا باور نمودن اقتصاد ملی با تعدیل و خطرهای جهان امروزه پیش از همه متعهد نمودن اقتدار و ذخیره‌های مقامات دولتی، بخش خصوصی، شریکان رشد و جامعه شهروندی را برای جلب بیشتر سرمایه و ادامه روند اصلاحات تقاضا می‌نماید. با این مقصد حکومت مملکت با تطبیق برنامه نو با خزینه بین المللی اسعار زیر عنوان واسطه هماهنگسازی سیاست آغاز نمود. در برابر این ما مساعدت بانک عمومی جهانی را جهت تصدیق برنامه اصلاحات نوبتی عملیات سیاسی رشد خواهانیم. حکومت تاجیکستان جهت تطبیق برنامه‌های مشترک اصلاحات با دیگر شریکان رشد نیز کاربری نموده ایستاده است. با هوسمند پیشنهاد مبلغ‌های گرانتی از جانب شریکان رشد برای دستگیری روند اصلاحات و بودجه دولت میباشد. در این سهم ضرور است که هم آهنگی فعالیت وزارت اداره‌ها با شریکان رشد جهت مبلغ‌زاری لایحه‌ها از روی افضلیت‌ها برآمده مکانیزم مکمل آن جاری کرده شد. حکومت مملکت وظیفه دار کرده می شود که جهت حل این مسئله با شریکان رشد کاربری نماید. حاضرین گرامی، تاجیکستان حالا در مرحله دومین تطبیق استراتژی قرار دارد. ارزیابی پیشکی روند تطبیق برنامه میان مهلتی رشد برای سالهای 2021 و 2025 با مقصد پیگیری و معین کردن سطح نائل‌شوی به هدف و وظیفه‌های گذاشته شده، آشکار نمودن کمبودی‌ها و آموختن سبق‌ها جهت به اعتبار گرفتن آنها در مرحله منبع رشد مهم میباشد. طوری از تهدیدات برمی‌آید با وجود تأثیر منفی عامل‌های بیرونی و تغییرات اقلیم در کشور در سمت بهتر گردیدن امنیت آزخواری، غنی گردانیدن بازار داخلی با محصولات کشاورزی پیشروی‌های نظررس به دست آمدند. در دوره تطبیق استراتژی با وجود پاندمی کرونا ویروس ساحه کشاورزی سرچشمه
اساسی رشد اقتصادی کشور باقی مانده. سرعت رشد میانه سالانه استحصالات محصولات کشاورزی 6.5% را تشکیل داد و حجم استحصال محصولات کشاورزی 2 برابر زیاد گردید. در برابر تدبیرهای نظررس اصلاحات صحوی در کشور، حالا هم مسئله‌های حل طلب در رشد اینفراستراکچور آبیاری، بهتر نمودن تأمینات مادی و تکنیکی ساحه کشاورزی و نظام استوار آذوقه‌واری باقی می‌ماند. علاوه بر این، با تطبیق نقشه‌ها و دورنمای رشد مملکت ما بخصوص و ساحه کشاورزی، پیامدهای تغییرآبی اقلیم نیز تأثیر منفی رسانیده ایستاده‌اند. تاجیکستان که کشوری کوهسار است، آنچه که من در اینجا ابراز داشتم، از آفت‌های طبیعی خیلی آسیب پذیر می‌باشد. سال گذشته در مجموع زیاده از 550 آفت طبیعی از جمله سیل آبخیزی و یرد شد ترمفرایی در کشور به قید گرفته شده است. در نتیجه 51 نفر به هلاکت رسیده و اقتصاد ملی خسارات زیادی مادی قریب 100 میلیون سومانی وارد گردید. در فصل بهار سال 2024 نیز بارشات پی در پی و خواجگی خانوادگی و کشاورزی خسارات زیاد به بار آوردند. نقلیات، دیگر کمونیکاسیون که شما معلومات دارید. تیرماه زمستان گذشته برعکس خیلی کم بارش شد. این برای معلومات تغییریابی اقلیم ما احساس میکنیم. 5 ماه در تاجیکستان یک قطره باران نبود. این باری اول است در جمهوری تاجیکستان چنین انومالیا رخ میده. این حالت باعث کاهش منبع‌های تشکل آبی ذخیره‌های آب منطقه گردید که بیش از 60% آنها در قلمرو تاجیکستان جایگیرند. از این لحاظ با اعتماد زیاد سال جاری نیز ما را کم‌آبی و خشکسالی در پیش است. در برابر این همه ساله با سبب‌های تأثیر عامل‌های اکولوژی و خواجگیداری زمین‌های تأمینات کشاورزی از گردش بیرون می‌ماند. حالا زیاده از 40,000 گکتار زمین در حالت غیر قناعت‌بخش ملی‌های قرار دارد. چون این حالت باعث سرباری علاوگی به بودجه دولت می‌گردد. 40,000 برای تاجیکستان، این 40,000 جای کاری. همه ساله با دستگیری شریکان رشد، لایه‌های سرمایه‌گذاری دولتی در سمت‌های مطابق شوی و تغییریابی اقلیم، پیشگیری از آفت‌های طبیعی، ساحل مستحکم کنی، آبیاری و بهداشت زمین، برقرارسازی چراگاه‌ها و دیگر سمت‌ها عملی می‌شوند، اما این مبلغ‌ها کافی نیستند. بنابراین ضرور می‌شمارم که جهت نائل شدن و نتیجه‌های استواری پیشگیری از پیامدهای منفی آفت‌های طبیعی، اصلاحات ساحه آب تأمین کنی و بهداشت زمین، مکانیزم‌های نوی مبلغ‌داری تهیه و عملی کرده شود. با این مقصد حکومت مملکت برنامه اصلاحات ساحه آب برای سالهای 2016-2025 اینچنین استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-37 را قبول نموده است که برای برطرف نمودن مسائل جای داشته و رشد استواری ساحه کشاورزی روانه کرده شده است. ما در جمهوری تاجیکستان برای زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی یک راه دیگر را پیشه کردیم و در پی 10 سال آخر عملی شد. 200,000 گکتار زمین‌های آبی را کشت تکراری، کشت دوم و سوم گذرانده است. یک سبب حجم زیاد شوی استحصال محصولات در تاجیکستان آن همین است. حکومت کشور وظیفه‌دار است که اصلاحات ساحه کشاورزی را طبق استراتژی و برنامه‌های قبول گردیده ادامه داده برای تا سال 2037 و کشور سبز تبدیل دادن تاجیکستان تمام تدبیرها را اندیشید. ما این قرار برنامه را قبول کردیم و حتما اجرا میکنیم. کمی کمک دستگیری از جانب شریکان رشد و انستیتوت‌های بین‌المللی مالیاتی در کن.
همزمان با این ضرور است که در سمت بلند برداشتن حاصلخیزی زمین و حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی، رقمی کنانی ساحه و استفاده ذهنی صنعی تدبیرهای دخلدار اندیشیده لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی تطبیق کرده شوند. حاضرین گرامی، جهت نزدیک شدن به هدف عالی رشد درازمدتی کشور در دوره تطبیق فاصله‌ای استراتژی ملی رشد و عملی نمودن روزنامه جهانی رشد استوار برای دوره تا سال 2030 نظامی با اعتماد حفظ اجتماعی تأسیس داده شده. برنامه کمک مقصدناک اجتماعی راه اندازی گردیده است. فهرست یگانه ملی اطلاعاتی عائله‌های کم‌بضاعت و شخصان معیوب در کشور تشکیل یافته برای دستگیری طبقه‌های از جهت اجتماعی آسیب پذیر اهالی در 7 سال آخر قریب 22 میلیارد سامانی جدا کرده شده است. در این ردیف طی سالهای صاحب استقلالی در حدود کشور 2827 مؤسسه طبی، ما در مجموع در 75 سال اینقدر مؤسسه طبی نداشتیم ساخته شده. حالا در ساحت تطبیق 15 استراتژی برنامه ملی با مرام ادامه دارد. مبلغ‌گذاری ساحه منتظم زیاد شده. وضع تأمین مؤسسه‌های طبی کشور با تجهیزات حاضر زمان و نیروی کادری سال به سال بهتر گردیده ایستاده است. تنها در سال 2020 برای ساحه تندرستی 3.3 میلیارد سامانی جدا گردیده. 132 مؤسسه کمک اولیه طبی و سانیتاری ساخته و استفاده داده شد. این با مقصد باز هم بلند برداشتن صفت و ثمراناکی کمک اولیه طبی و سانیتاری و تحکیم اقتدار ملی برای واکنش به حالتهای فوق‌العاده در ساحه تندرستی، لایحه ملت سالم که مبلغ عمومی آن بیش از 630 میلیارد سامانی می باشد عملی شده ایستاده است. وسیع گردیدن دسترسی به خدمت‌رسانی‌های تندرستی به فراگیری پوره اهالی مقصدناک با واکسین‌های به برنامه‌های ملی داخل شده، کم شدن شماره گرفتاران بقای گرفته شده بیماری سیل به 26% و شماره سرایت یافتگان ویروس نارسایی مسمومیت آدم به 19.5% مساعدت نمود. نتیجه طی سالهای 2015 و 2022 فقط مادران 70% و کودکان 36% کاهش یافته، دراز عمری میانه اهالی تا 76.3 سال بالا رفت. در سال 1991 دراز عمری میانه اهالی ما 70 سال را تشکیل کرده بود. در این دوره سرعت افزایش سالانه اهالی 2.3% را تشکیل نموده. اهالی تاجیکستان از 8.5 میلیون با بیش از 10 میلیون نفر رسید. نسبت به سال 2015 قریب 20% زیاد گردید. وابسته به ضرورت بنیاد مؤسسه‌های نوی اجتماعی بخصوص انشاءات تعلیمی و طبی در شهر نایه‌های کشور به میان آمده است که سرباری را به بودجه دولتی زیاد نموده ایستاده است. طبق استراتژی ملی رشد بلند برداشتن حصه طبقه میانه اهالی از 22.4% سال 2015 تا 50% در سال 2030 پیش بینی گردیده. حکومت مملکت در 7 سال من بعد جهت تا 10% پس کردن سطح کم‌بضاعتی وظیفه‌دار گردیده است. وابسته به وزارت رشد اقتصاد و سودا و اگنتی آمار سپارش داده می شود که یک جا با وزارت و اداره های دخلدار و در همکاری با شریکان رشد متدولوژی معین نمودن سطح طبقه میانه اهالی را با در نظر داشته خصوصیت های خاص کشور تهیه کرده
дар нимаи дуюми соли 2024 барои баррасӣ ба ҳукумати мамлакат пешниҳод намоянд. То охири соли 2024 якҷо бо вазорати идораҳои соҳавӣ ва дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд платформаи миллии пайгирии ҳадафҳои рушди устуворро ба тариқи мустақим баромонанд. Муҳтарам аъзои шӯрои миллии рушд, Тоҷикистон дар масъалаҳои глобалии об ва иқлим пешсаф буда ташаббуси 5 моҳ оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намудани соли 2025 ва 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо бо қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. чунон ки зикр намудам, Тоҷикистон манбаи беш аз 60% захираи об дар Осиёи марказӣ буда, дар кишвар 98% нерӯи барқ дар нерӯҳои барқии обӣ истеҳсол карда мешавад. илова бар ин, Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони гидроэнергетикӣ буда, ҳоло танҳо 5-6% онҳо истифода мегардад. баҳрабардории васеъ аз ин захираҳо барои рушди соҳаҳои истеҳсолӣ аз ҷумла саноату кишоварзиш шароити мусоид фароҳам меорад. ин дар навбати худ ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ имкон медиҳад ки омили муҳими паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва коҳиш додани шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ мебошад. ҳоло Тоҷикистон аз рӯи истифодаи энергияи сабз дар ҷаҳон мавқеи шашумро ишғол мекунад. бо бунёд ва пурра ба фаъолият оғоз намудани нерӯи барқии обии роғун, Тоҷикистон аз рӯи истеҳсоли энергияи сабз дар ҷаҳон ба зинаи чорум мебарояд. ҳамкории мо бо шарикони рушд дар бахши гидроэнергетика фаъол буда, он на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои минтақаи Осиёи марказӣ ва ҷанубӣ низ ҷиҳати идораи самараноки захираҳои об ва ба ин васила таъмин намудани амнияти озиқаронӣ дар минтақа аҳамияти калон дорад. вобаста ба ин мехоҳам миннатдории мардуми Тоҷикистонро ба Бонки умумиҷаҳонӣ, Бонки исломии рушд, Бонки осиёии рушд ва дигар институтҳои молиявӣ, дигар созмонҳои байналмилалии молиявӣ барои иқдомҳои амалӣ ҷиҳати дарёфти маблағзорӣ ва анҷом додани сохтмони нерӯҳои барқии обии роғун баён менамоям. худи имрӯз мо бо президенти Бонки исломии рушд ба маблағи $150 миллион шартномаҳои дуҷониба ба имзо мерасад ва дар маҷмӯъ Бонки исломӣ бо фондҳои кишварҳои арабӣ $500 миллион барои бунёди нерӯҳои барқии обии роғун. ташаккури зиёд. татбиқи саривақтии лоиҳаи роғун имкон медиҳад ки соли 2032 истеҳсоли барқ дар кишвари мо аз ҳисоби манбаъҳои барқароршаванда, яъне энергияи сабз 100%, беш аз 100%. агар 3800 мегаватт бошад, барои моҳ бигзор 1000 мегаватт. 2800 мегаватти он ва дар фасли 6 моҳи тобистон ин қариб 5000 мегаватт мешавад. мо метавонем ба кишварҳои Осиёи ҷанубӣ, Покистон, Афғонистон, кишварҳои Осиёи марказиро бо барқи аз лиҳози экологӣ тоза таъмин намоем. ҳамзамон бо ин истифодаи васеи чашмаҳои алтернативи барқароршавандаи нерӯи барқ, пеш аз ҳама нерӯи офтобӣ, бахусус дар минтақаҳои деҳот ва кӯҳистони кишвар ба дастрасии пурраи аҳолӣ бо нерӯи барқ, бо баромбардидани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи муҳити зист, инчунин роҳандозии технологияҳои муосири сабз ва ташкили истеҳсолоти илмталаб мусоидат менамоянд. ҳукумати кишварро зарур аст ки ҷиҳати идомаи ислоҳоти соҳа, татбиқи лоиҳаҳои бунёди иқтидорҳои нави истеҳсол ва интиқоли нерӯи барқи сабз, таҷдиди иқтидорҳои амалкунанда, ҷорӣ намудани низоми байналмилалии ҳисоби истеъмоли нерӯи барқ ва ба ин васила кам кардани талафоти он тадбирҳои муассир андешт. ҳамчунин
وسیع نمودن مقیاس نصب پانل‌های آفتابی در انشاءات تعینات اجتماعی اقتصادی بسیار در دهات و راه‌اندازی تکنولوژی آفتابی در شبکه‌های غربی نیز مهیا میباشند. وزارت‌های مالیه، انرژتیکا و ذخیره‌های آب، رشد اقتصاد، سودا، صنعت و تکنولوژی‌های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی و دیگر وزارت اداره را ضرور است که در همکاری با شریکان رشد جهت جلب سرمایه خارجی برای تطبیق هدف و افضلیت‌های استراتژی ذکر شده تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمود. حاضرین محترم، گرچند حجم مبلغ‌زاری به سرمایه اساسی از آغاز تطبیق استراتژی ملی رشد تا امروز 1.6 برابر زیاد شده است، ولی این هنوز کافی نیست، زیرا برای تطبیق استراتژی مذکور 118 میلیارد دلار پیش بینی گردیده است. برای چاره‌بینی مرحله یکم آن 125 میلیارد سومانی ضرور بود که آن همگی 72% مبلغ‌زاری شد. و از این مبلغ‌زاری چاره‌بینی مرحله دوم آن نیز بهبودی را تقاضا می‌نماید. طبق تحلیل‌ها احتیاجات مالیوی برای تطبیق هدف و افضلیت‌های استراتژی برای دوره سال‌های 2021 و 2030 بیش از 90 میلیارد دلار معین شده است که حصه بودجه دولتی و شریکان رشد در آن 53.7% را یعنی 49.7 میلیارد دلار تشکیل می‌دهد. حصه باقی مانده به بخش خصوصی راست می‌رود. چون این حالت ما را وادار می‌نماید که همکاری را در سمت جلب مبلغ‌های علاوه‌ای برای نهایی شدن و هدف‌های استراتژیک کشور تقویت داشت. حکومت مملکت وظیفه‌دار است که جهت دریافت سرچشمه‌های مبلغ‌زاری برای رسیدن به هدف‌های گذاشته شده و اجرای چاره‌بینی‌های استراتژی ملی رشد همکاری را با شریکان رشد گسترش داده، همزمان با این جهت فراهم آوردن فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه خصوصی داخلی و خارجی تدبیرهای ضروری اندیش. هرچند که در همکاری با شریکان رشد برنامه و نقشه‌های کاری چارچوب همکاری اوید بر رشد استوار برای سالهای 2023-2026 با مبلغ‌زاری 368 میلیون دلار تصدیق گردیده است. وابسته به وضع جهانی امروزه کفایه نیست. در برابر این تنها 36% سرچشمه‌های مبلغ‌زاری برنامه مذکور معین میباشد. از این لحاظ ضرور است که در دایره شروع هماهنگسازی شریکان رشد مسئله دریافت سرچشمه‌های علاوه مبلغ‌زاری روند ملی کنانی و محلی کنانی هدف‌های رشد استوار در تاجیکستان بار دیگر بررسی کرده شوند. حاضرین محترم، در مرحله تطبیق برنامه میانه مدت رشد کشور برای سال‌های 2021-2025 در حاشیه روزنامه جهانی رشد استوار در زمینه فراگیری با رعایت پرینسیپ کسی را در کنار نگذاشتن افضلیت‌های رشد میانبرده کشور تجدید نظر کرده شدند. در دوره میانبرده رشد سرمایه انسانی و بهتر نمودن صفت خدمت‌رسانی‌های بخش اجتماعی، صنعت کنانی با صورت کشور و توسعه شغل پرمحصول، رشد اقتصادی سبز و اقتصاد رقمی همچون هدف و افضلیت‌های رشد اقتصاد کشور معین گردیدند. با وجود تدبیرهای انجام داده حکومت مملکت و واردات سرمایه خارجی جهت کم کردن سرباری علاوه به بودجه دولت، افزایش دادن حجم مبلغ‌زاری‌ها برای تطبیق افضلیت‌های کشور و هدف‌های رشد استوار ضرور ارزیابی می‌گردد. وابسته به این بار دیگر از شریکان رشد کشور دعوت به عمل می‌آوریم که با حکومت مملکت جهت سفربر و جدا نمودن مبلغ‌های علاوه‌ای برای عملی سازی پورا و ثمرناک استراتژی و برنامه میانه مدتی رشد همکاری و مساعدت بیشتر نمایند. اطمینان کامل دارم که بخش خصوصی و جامعه شهروندی نیز چون همیشه
تشبس‌های سازنده حکومت مملکت را دستگیری نموده ذخیره و اقتدارهای خود را جهت تطبیق وظیفت حجت‌های استراتژی و رشد و ترقیات تاجیکستان سفربر می‌سازند. باور دارم که در روند عملی سازی نیمبرده استراتژی و برنامه‌های میان ملتی رشد نقش شریکان رشد نظررس خواهد بود. و هر یک شما برای کار سربلندی آرزو می‌نمایم و در آخر گفتنی هستم بر نمایندگان حکومت و کاتبات شورای ملی رشد آن توصیه و تاکیدهایی که نمایندگان شریکان رشد پرزیدنت بانک اسلامی رشد خب نماینده بانک جهانی و دیگر نمایندگان نهادهای غیر حکومتی تکلیف اراده کردن اینها را به این آمد گیرید که توأم هستند یک هستند مقصد و هدفهای ما یگان پیشنهاد الهوگی است نباشد با همه شما سلامتی خوشبختی آرزو مندم سلامت باشید